به نام خدا و با عرض ادب و احترام خدمت عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با جلسه دیگه در خدمت شما هستم با معرفی ویتامین ها. پس با من همراه باشید. ویتامین A، ویتامین A D، ویتامین B کمپلکس، ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B3، ویتامین B5، ویتامین B6، ویتامین B7، ویتامین B9، ویتامین B12، ویتامین C، ویتامین E و ویتامین K. ویتامین A یا ویتامین A اشکال داروش به صورت قرص جویدنی 25000 و 50000، پرل 25000 و 50000، آمپول، پماد چشمی و قطره خوراکی. گروه درمانیش ویتامین مکمل غذایی. ویتامین عاده اشکال داروش به صورت پماد جلدی و قطره خوراکی. گروه درمانیش هم ویتامین مکمل غذایی. پماد ویتامین عاده برای درمان خشکی و ترک پوست و همچنین برای درمان و پیشگیری از التهابات پوستی استفاده میشه. قطره ویتامین عاده برای رشد و تقویت سیستم ایمنی و استخوان‌های نوزادان کمک میکنه. ویتامین آ برای سلامت سیستم ایمنی بدن ضروریه و به مبارزه با عفونت‌ها کمک میکنه و همچنین برای حفظ سلامت چشم و بهبود بینایی مهمه. و ویتامین دی نقش مهمی در جذب کلسیم و فسفر از غذا و در نتیجه تقویت و رشد صحیح استخوان‌ها و دندان‌ها داره. ویتامین B کمپلکس، نام تجاریش نوروبیون، اشکال داروش به صورت قرص، کپسول، شربت و آمپول. گروه درمانیش هم ویتامین مکمل غذایی. ویتامین B1، نام تجاریش تیامین، اشکال داروش به صورت قرص 100 و 300 و همچنین آمپول. گروه درمانیش هم ویتامین مکمل غذایی.
ویتامین B2 نام تجاریش ریبوفلاوین. اشکال دارویش به صورت قرص، کپسول و آمپول. گروه درمانیش ویتامین مکمل غذایی. ویتامین B3 نام تجاریش نیاسین نیکوتینیک اسید و به ویتامین PP هم معروفه. اشکال دارویش به صورت قرص 25 100 500 و 1000. گروه درمانش هم ویتامین مکمل غذایی. اینا هم باید اضافه کنم بچه ها که ویتامین B3 علاوه بر نام تجاری نیاسین و ویتامین PP به نیکوتینیک اسید هم معروف هستش. ویتامین B5 نام تجاریش پانتوتونیک اسید. اشکال داروییش به صورت قرص و کپسول. گروه درمانیش هم ویتامین مکمل غذایی. ویتامین B6 نام تجاریش پریدوکسین. اشکال داروییش به صورت قرص 40 میلی گرم و همچنین آمپول 100 و 300. گروه درمانیش ویتامین مکمل غذایی. ویتامین B7 نام تجاریش بیوتین. به ویتامین H هم معروفه بچه ها. اشکال دارویش به صورت قرص و آمپول و گروه درمانیش هم ویتامین مکمل غذایی. ویتامین B9 نام تجاریش فولیک اسید. اشکال دارویش به صورت قرص 1 و 5 میلی گرم و همچنین قطره خوراکی. گروه درمانیش ویتامین مکمل غذایی. ویتامین B12 نام تجاریش کوبولامین. اشکال دارویش به صورت قرص، آمپول 100 و 1000 و همچنین محلول خوراکی. گروه درمانیش ویتامین مکمل غذایی. ویتامین C نام تجاریش اسکوربیک اسید. اشکال داروش به صورت قرص 250 و 500، قرص جویدنی 250 و 500، قرص جوشان 500 و 1000، کپسول، پرل، قرص مکیدنی، آمپول، شربت و پودر ساشه‌ای. گروه درمانیش هم ویتامین مکمل غذایی.
ویتامین ای اشکال داروش به صورت پرل 100 200 400 قرص جویدنی 100 200 400 آمپول و قطره خوراکی. گروه درمانش هم ویتامین مکمل غذایی. ویتامین کا نام تجاریش فیتونادیون. اشکال داروش به صورت قرص، آمپول 1 و 10. گروه درمانیش هم ویتامین مکمل غذایی. ویتامین ها ترکیبات عالی هستند که برای سوخت و ساز مواد غذایی، اعمال حیاتی بدن، پرورش و تندرستی ضرورت دارند. تغذیه ناقص و رژیم غذایی نامناسب سبب کمبود یک یا چند ویتامین در بدن می شود و دلیل بیماری های مختلفی خواهند شد. بعضی از ویتامین ها سبب آسان شدن سوخت و ساز بدن و رشد و نمو و ترمیم سلول های بدن میشه. برخی از ویتامین ها سبب جذب مواد غذایی در روده میشوند و بعضی به عنوان کاتالیزور یعنی سرعت بخش واکنش های شیمیایی عمل میکنند. بعضی از آنها روی بافت پوششی و همچنین استخوان عملکرد دارند. در مجموع هر کدوم از ویتامین ها از بروز یک بیماری جلوگیری میکنند. ویتامین ها به دو دسته اصلی تقسیم میشن: محلول در آب و محلول در چربی. ویتامین های محلول در آب ویتامین هایی هستند که در آب قابل حل می باشند. این ویتامین ها شامل ویتامین B و C می باشند. از آنجا که این ویتامین محلول در آب می باشد نمی توانند درون بدن ذخیره بشه. اما در مورد ویتامین های محلول در چربی، این ویتامین ها در چربی بدن حل میشن. این ویتامین ها شامل ویتامین های A، E، D و K می باشند. این ویتامین ها پس از تجزیه چربی ها و رهاسازی مورد استفاده بدن قرار می گیرند. ویتامین های محلول در آب یعنی B و C بعد از چند ساعت ماندن در خون از راه کلیه و از طریق ادرار دفع میشن. اما ویتامین های محلول در چربی از طریق ادرار دفع نمیشن. این ویتامین ها در بدن به ویژه در کبد ذخیره میشن. به همین دلیل اختلالات حاصل از کمبود ویتامین های محلول در چربی دیرتر ظاهر میشه. ویتامین های محلول در آب انحلال پذیری زیادی در آب دارند و سرعت جذب آنها در بافت های بدن زیاد است. تفاوت اصلی ویتامین های محلول در آب و چربی در سرعت جذب و دفع آنها از بدنه. ویتامین های محلول در آب پس از مصرف به سرعت در بافت جذب میشن، اما ویتامین های محلول در چربی اول در سیستم لنفاوی جذب و سپس در بافت های چربی و کبد ذخیره میشن. ویتامین های محلول در آب برخلاف ویتامین های محلول در چربی به راحتی از طریق ادرار از بدن دفع میشن. به همین دلیل احتمال تجمع آنها در بدن و ایجاد سمیت بسیار کمتر است. اما در شرایط خاص مصرف بیش از حد برخی از این ویتامین ها نیز میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خب بچه‌ها اجازه بدید من در مورد این ویتامین ها تک تک صحبت بکنم و براتون توضیح بدم.
اول ویتامین A یا ویتامین آ. ویتامین آ یک ویتامین محلول در چربیه که نقش مهمی در حفظ سلامت بینایی، رشد سلولی، سیستم ایمنی و سلامت پوست داره. این ویتامین به دو شکل اصلی در بدن وجود داره. یکی ریتینوئیدها یا ویتامین آی فعال. این شکل در منابع حیوانی مانند کبد، ماهی، تخم مرغ و محصولات لبنی یافت میشه. این نوع از ویتامین آ به طور مستقیم در بدن مورد استفاده قرار میگیره. کاروتینوئیدها یا پیشساز ویتامین آ. این نوع در منابع گیاهی یافت میشه و شامل مواد رنگی مانند بتا کاروتن است که در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود. این نوع از ویتامین آ در میوه ها و سبزیجاتی مانند هویج، اسفناج، کلم بروکلی و سیب زمینی شیرین وجود داره. اما در مورد نقش ویتامین آ در بدن، یکیش سلامت بینایی. ویتامین آ یکی از اجزای اصلی در تولید رودوپیسین است که یک پروتئین موجود در چشمه که به شبکیه کمک میکنه نور رو جذب کنه. این ویتامین به ویژه برای دید در نور کم و جلوگیری از شبکوری ضروریه. 2. تقویت سیستم ایمنی. ویتامین آ به تقویت سیستم ایمنی کمک میکنه و به تولید و عملکرد سلولهای سفید خون که با عفونت‌ها مبارزه میکنه یاری میرسونه. 3. سلامت پوست و غشاهای مخاطی. ویتامین آ به حفظ و بازسازی بافت‌های پوستی و غشاهای مخاطی مانند مجرای تنفسی، گوارشی و ادراری کمک میکنه. این خاصیت برای جلوگیری از ورود میکروب‌ها و محافظت از بدن در برابر عفونت‌ها بسیار مهمه. 4. رشد و تکامل سلولی. ویتامین آ در رشد و تمایز سلول‌ها به ویژه در رشد استخوان‌ها و دندان‌ها و تکامل جنین نقش حیاتی داره. اما در مورد منابع غذایی ویتامین آ، منابع حیوانی مانند کبد گاو و مرغ، روغن جگر ماهی، تخم مرغ و محصولات لبنی مانند شیر و پنیر. منابع گیاهی مانند هویج، سیب زمینی شیرین، اسفناج و سایر سبزیجات برگدار، کدو تنبل و زردآلو. اما در مورد کمبود ویتامین آ، کمبود ویتامین آ میتونه عوارض جدی به دنبال داشته باشه، از جمله شبکوری، عدم توانایی دید در نور کم یا شب هنگام. 2. خشکی چشم که میتونه منجر به زخم‌های قرنیه و در موارد شدید به نابینایی منجر بشه. 3. کاهش عملکرد سیستم ایمنی. افراد با کمبود ویتامین آ بیشتر در معرض عفونت‌ها و بیماری‌ها قرار دارند. 4. مشکلات رشد. کمبود ویتامین آ میتونه باعث رشد ناقص در کودکان بشه. یه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد این مبحث که ویتامین آ هستش. ویتامین آ برای حفظ سلامت بینایی، تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت پوست و سلول‌ها ضروریه. با این حال همانطور که کمبود اون میتونه مشکلات جدی به همراه داشته باشه، مصرف بیش از حد آن نیز ممکنه به مسمومیت و عوارض خطرناک منجر بشه. بنابراین بهتره از طریق یک رژیم غذایی متعادل و غنی از منابع طبیعی ویتامین های مورد نیاز بدن را تأمین بکنیم و از مصرف خودسرانه مکمل‌های این ویتامین خودداری گردد. ویتامین B. ویتامین های گروه B مجموعه‌ای از ویتامین های محلول در آب هستند که نقش های کلیدی در متابولیسم انرژی، عملکرد سیستم عصبی، سلامت پوست و مو و تولید سلول های خونی دارند. هر ویتامین از این گروه عملکردهای منحصر به فردی دارد، اما همگی در حفظ سلامت عمومی بدن نقش دارند.
این ویتامین ها شامل ویتامین های B1، B2، B3، B5، B6، B7، B9 و B12 که من میخوام انشالله تک تک اینا رو براتون معرفی میکنم. ویتامین B1. ویتامین B1 که به نام تیامین یا ثیامین نیز شناخته میشه، یکی از ویتامین های محلول در آب از گروه ویتامین های B. این ویتامین نقش بسیار مهمی در تبدیل کربوهیدرات ها به انرژی و حفظ عملکرد سیستم عصبی ایفا میکنه. اما در مورد نقش های ویتامین B1 در بدن. 1. تولید انرژی. ویتامین B1 برای متابولیسم کربوهیدرات ها ضروریه. این ویتامین به تبدیل گلوکوز یا همون قند به انرژی کمک میکنه. انرژی تولید شده برای فعالیت های مختلف بدن به ویژه عضلات و مغز استفاده میشه. 2. عملکرد سیستم عصبی. ویتامین B1 برای سلامت سیستم عصبی ضروریه. این ویتامین در تولید انتقال دهنده های عصبی مانند استیل کلین نقش داره که برای انتقال پیام های عصبی بین سلول های عصبی لازمه. همچنین ویتامین B1 به حفظ سلامت سلول های عصبی کمک میکنه و از تخریب آنها جلوگیری میکنه. 3. سلامت قلب و عروق. ویتامین B1 برای عملکرد صحیح قلب و سیستم قلبی عروقی ضروریه. این ویتامین به تنظیم عملکرد عضلات قلب کمک میکنه و از ضعیف شدن آن جلوگیری میکنه. کمبود ویتامین B1 ممکنه باعث ضعف عملکرد قلب و بروز مشکلاتی مانند بیماری بری شود که به نارسایی قلبی منجر بشه. 4. پشتیبانی از عملکرد عضلات. ویتامین B1 به عملکرد طبیعی عضلات کمک میکنه. این ویتامین برای تأمین انرژی مورد نیاز عضلات ضروریه و کمبود آن ممکنه به ضعف عضلانی و خستگی منجر بشه. 5. تولید اسیدهای چرب و نوکلئوتید اسیدها. ویتامین های B1 در سنتز برخی ترکیبات مهم مانند اسیدهای چرب و نوکلئوتید اسیدها مانند DNA و RNA نقش داره. این ترکیبات برای رشد سلولی و ترمیم بافت‌ها ضروری هستند. اما در مورد منابع غذایی ویتامین B1: غلات، برنج قهوه‌ای و جو، نان و غلات غنی شده، حبوبات به خصوص لوبیا و عدس، گوشت، تخم مرغ، آجیل و دانه ها. اما در مورد عوارض کمبود ویتامین B1 در بدن: کمبود ویتامین B1 میتونه عوارض جدی بر سلامت بدن داشته باشه، زیرا این ویتامین نقش مهمی در تولید انرژی و عملکرد سیستم عصبی داره. کمبود اون میتونه به دلیل سوء تغذیه، مصرف زیاد الکل یا برخی شرایط پزشکی مانند دیابت، اسهال مزمن یا بیماری‌های کبدی ایجاد بشه. اما در مورد علائم کمبود ویتامین B1: خستگی و ضعف. بدن به دلیل ناتوانایی در تبدیل کربوهیدرات ها به انرژی دچار ضعف میشه. کاهش وزن. بی اشتهایی و کاهش وزن ممکنه رخ بده. علائم عصبی از جمله بی‌حسی، سوزش و ضعف عضلانی. اختلالات حافظه و تمرکز. کمبود شدید میتونه باعث گیجی، از دست دادن حافظه و باعث تمرکز ضعیف بشه. مشکلات قلبی مانند تپش قلب و نارسایی قلبی. اما در مورد درمان و پیشگیری این علائم، اینکه استفاده از مکمل‌های غذایی با تجویز پزشک، استفاده از یک رژیم غذایی مناسب مانند غلات کامل، گوشت، حبوبات و آجیل که سرشار از ویتامین‌های B1 هستند و مصرف نکردن الکل. اما یک نتیجه گیری کلی بگیریم از مبحث ویتامین B1. ویتامین B1 برای بسیار از فرآیندهای بیولوژیکی بدن از جمله تولید انرژی، عملکرد عصبی و قلبی و سلامت عمومی بدن ضروری است. مصرف کافی این ویتامین از طریق یک رژیم غذایی سالم می تواند از مشکلات ناشی از کمبود آن پیشگیری کنه. اما در مورد ویتامین B2:
ویتامین B2 که به نام ریبوفلاوین نیز شناخته میشه، یکی از ویتامین های گروه بیه و نقش حیاتی در حفظ سلامت عمومی بدن داره. این ویتامین نیز محلول در آبه، به این معناست که در بدن ذخیره نمیشه و باید به طور منظم از طریق رژیم غذایی تامین بشه. اما در مورد نقش‌های ویتامین B2 در بدن: 1. تولید انرژی. ویتامین B2 به تجزیه کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها کمک میکنه و آنها را به انرژی تبدیل میکنه. این ویتامین به عنوان یک کوآنزیم در چرخه تولید انرژی یعنی چرخه کربس نقش داره. 2. سلامت پوست، مو و ناخن. ویتامین B2 به حفظ سلامت پوست، رشد مو و قوی ماندن ناخن‌ها کمک میکنه. کمبود آن ممکنه به خشکی و ترک خوردگی لب‌ها و التهاب پوست منجر بشه. 3. سلامت چشم‌ها. ویتامین B2 برای حفظ سلامت بینایی و جلوگیری از بروز مشکلات چشمی مانند آب مروارید و مشکلات ناشی از حساسیت به نور مؤثره. 4. حفظ سلامت سلولی. ویتامین B2 برای رشد و ترمیم سلول‌ها و همچنین حفظ بافت‌های بدن مثل پوست، چشم‌ها و دستگاه گوارش مهمه. نقش آنتی اکسیدانی. ویتامین B2 به عنوان یک آنتی اکسیدان نیز عمل میکنه و با ذرات مضر بدن که به عنوان رادیکال‌های آزاد شناخته میشوند مبارزه میکنه. رادیکال‌های آزاد به سلول‌ها و DNA آسیب میرسونه و ممکنه موجب پیری زودرس و همچنین ایجاد بیماری قلبی و سرطان شوند. آنتی اکسیدان‌هایی مانند ویتامین B2 با رادیکال‌های آزاد مبارزه می‌کنند و ممکن است برخی از آسیب‌های ناشی از آنها را کاهش یا از آن جلوگیری کنند. 6. فعالسازی ویتامین‌های دیگر. ویتامین B2 در متابولیسم ویتامین‌های دیگر مانند B3 و B6 نقش دارند و به جذب و استفاده از آنها کمک می‌کنه. همچنین ویتامین B2 برای رشد و تولید گلبول‌های قرمز نیز بسیار مهمه. اما در مورد منابع غذایی ویتامین B2 ما صحبت بکنیم. شیر و لبنیات، تخم مرغ، گوشت قرمز و جگر، ماهی، سبزیجات برگدار سبز مانند اسفناج و کلم، آجیل و بادام. اما در مورد علائم کمبود ویتامین B2. کمبود ویتامین B2 ممکنه به علائم نظیر التهاب و ترک خوردگی لب‌ها، زخم‌های دهانی، حساسیت به نور، خستگی و ضعف، اختلالات پوستی، مشکلات چشمی مانند آب مروارید، کند شدن رشد و تورم و درد گلو باشه. ویتامین B3. ویتامین B3 یا نیاسین یکی از ویتامین‌های مهم گروه بیه که نقش‌های حیاتی در بدن ایفا می‌کنه. این ویتامین به تولید انرژی، بهبود عملکرد سیستم عصبی، سلامت پوست و متابولیسم چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها کمک می‌کنه. اما نقش‌های ویتامین B3 رو در بدن ما بررسی بکنیم. 1. تولید انرژی. ویتامین B3 در متابولیسم سلولی نقش داره و به تبدیل غذا به انرژی کمک میکنه. 2. حفظ سلامت پوست. ویتامین B3 برای سلامت و زیبایی پوست بسیار مهمه و در کاهش التهابات و درمان آکنه مفیده. 3. کاهش کلسترول. ویتامین B3 به کاهش سطح کلسترول LDL یا کلسترول بد و افزایش سطح HDL یا کلسترول خوب کمک میکنه که در کاهش خطر بیماری قلبی مؤثره. 4. بهبود عملکرد مغز.
ویتامین B3 با تأمین انرژی برای سلولهای مغزی، محافظت از سلولهای عصبی، بهبود عملکرد انتقال دهنده های عصبی، پیشگیری از بیماری های مغزی مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر و زوال عقل و ترمیم سلول های مغزی که دچار آسیب شده اند به بهبود عملکرد و حفظ سلامت آن کمک می کنند. 5. ترمیم DNA. ویتامین B3 در فرایند ترمیم DNA نقش داره و از بدن در برابر آسیب‌های محیطی و پیری محافظت میکنه. اما در مورد منابع غذایی ویتامین B3: گوشت مرغ، گوشت قرمز، ماهی به خصوص ماهی تن و سالمون، حبوبات مانند عسل و لوبیا، غلات کامل، سبزیجات برگدار و آجیل‌ها. اما در مورد علائم و مشکلات ناشی از کمبود ویتامین B3: بیماری پلاگر، خستگی و ضعف عمومی، مشکلات گوارشی مانند سوهاضمه، استفراغ و التهابات زبان، تحریک پذیری و مشکلات عصبی، مشکلات پوستی، کاهش اشتها و کاهش وزن، مشکلات گردش خون و قلب عروقی. بچه ها، ویتامین B3 علاوه بر نام دیگرش که نیاسینه به ویتامین PP هم معروفه. این ویتامین به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری از بیماری پلاگر داره به نام ویتامین PP شناخته میشه. اما شاید بعضی از بچه‌ها بپرسن که بیماری پلاگر چی هستش؟ بیماری پلاگر یک بیماری ناشی از کمبود ویتامین B3 یا نیاسین در بدنه. این بیماری به دلیل نقش حیاتی نیاسین یا همون B3 در متابولیسم سلولی و عملکرد سیستم عصبی، گوارشی و پوستی رخ میده. علائم اصلی پلاگر چیه؟ بیماری پلاگر با 3 علامت اصلی شناخته میشه که به آنها 3D گفته میشه بچه ها: درماتیت، اسهال و زوال عقل. درماتیت: پلاگر باعث التهاب شدید پوست میشه. نواحی در معرض نور خورشید مانند دستها، صورت و گردن بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن. پوست ممکنه قرمز، پوسته و ترک خورده بشه و این التهاب گاهی با خارش و سوزش همراه باشه. اسهال: پلاگر میتونه مشکلات گوارشی ایجاد کنه، از جمله اسهال شدید، حالت تهوع و استفراغ. این مشکلات باعث سوء جذب مواد غذایی و کاهش وزن بشه. زوال عقل: کمبود نیاسین یا B3 بر عملکرد مغز تأثیر منفی میگذارد و میتواند به مشکلات روانی و شناختی مانند سردرگمی، توهم، افسردگی و زوال عقل منجر بشه. علائم دیگر بیماری پلاگر میتونه زخم‌های دهانی و خستگی و ضعف شدید باشه. خب عزیزان، خسته نباشین. توضیحات تکمیلی این جلسه رو اینجا به پایان میرسونیم. انشالله بقیه توضیحات رو موکول میکنیم به جلسات بعدی که شما خسته نشین. خب اما یه نکته که باید بگم خدمتتون این که حتما این مسئله توضیحات تکمیلی رو یادداشت بفرمایید، واقعا به درد میخوره. خب امیدوارم که من بتونم که یک مجموعه کاملی رو به شما تقدیم بکنم. خب لطفاً خیلی توجه بفرمایید به این نکات و اینا رو یادداشت بکنید، برای اطلاعات عمومی شما در داروخونه واقعا مهمه. پس تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون.